ассалому алайкум шунавандаҳои арҷманд. ба таваҷҷӯҳи шумо гуфтор аз силсилаи хониши адабӣ. қироати китоби президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, тоҷикон дар оинаи таърих аз ориён то сомониён. китоби сеюм, гуфтори 73. چو آگاهی آمد به خاقان چین، دلش گشت پر درد و سر پر ز کین. سپه را به قاجار باشی براند، ز چین و ختن نامداری نماند. ز خویشان ارجاسپ و افراسیاب، نپرداخت یک تن به آرام و خواب. برفتند یک سر ز گلزاریون، همه دل پر از خشم و سر پر ز خون. سپهداری خاقان چین فنج بود، همه با آسمان برزد از آب دود. ز جوشی سواران به چاچ اندرون، چو گل شد برنگ آبی گلزاریون. مطابق معلومات شاهنامه فردوسی، پادشاه هیتاریان غاطفر از قصد جنگجویی خاقان چین آگاه شده، از ملک‌های اطراف قلمروش بلخ و شکنان و آموی و زم و ختلان و تیرمیز و ویسگیرد لشکری افزون جمع آورده عزم بخارا می کند. در این حالتی آماده باشی لشکری خاقانی ترکها و پادشاهی هیتاریان، خسروی انوشیروان زیرکی مادرزاد و مکاری فطریش را نباخته، عاقبت محاربه دو رقیبی توانای و خشم زده را نگران می شود. خاقان ترک انتظاری رسیدن سپاه خسروی انوشیروان نگشته، سوی بخارا رهسپار می گردد. ولی از افتکار خسروی انوشیروان در این فرصتی مناسب به ضبط نمودن ولایت‌های سابقه قسمت شرقی قلمرو ساسانیان رو آورده، به قبگاه لشکری هیتاریان نخستین ضربه را میزند که در این باره مورخ رومی میناندر معلومات داده است. از روی این اخبار پادشاه هیتاریان میخواسته است که به لشکری ترک ها نخستین شده حمله آورد، ولی او را از این عمل یکی از مقربان با نفوذش کتولف باز داشته، تلقین می کند که در منزل خود یک سگ از 10 سگ بیرونه جسورتر است. این مشورتچی پادشاه هیتاریان هنگامی فرارسیدنی فرصتی مناسب به نزد خاقان ترک ها فرار نموده، همه اسرار سپاه غاطفر را به آنها می کشاید. دیرتر کتولف به دربار خسروی انوشیروان رفته، به صف مقربان شاهنشاه پذیرفته می شود. این قضیه گواهی می دهد که هیتاریان در عرفه این نبرد تقدیرساز نه تنها از اتفاقچی بیرون محروم بودند، بلکه در میان اهل دربار و سران سپاه نیز یگانگی و اتحاد کامل موجود نبوده است. وگرنه مشاوری بیواسطه غاطفر با وجود تحقیر ناروای پادشاه به خیانت و بیگانه پرستی دست نمیزد. گذشته از این، مرکزیت داخلی و عملیات متحدانه هیتاریان رو به کاهش آورده، مطابق معلومات فردوسی در شاهنامه
هنگامی جوشی نبردی هیتاریان و ترک ها، مرد و زنی سغدی اشک می ریختند و عاقبت این رزم را انتظاری می کشیدند. ترکشناسی ورزیده گومیلیاف از این بیت‌های بدیهی شاهنامه خلاصه‌ای می‌برآورد که گویا سغدی‌ها به هیتاریان همدردی نمایند هم به حمایه آنها نمی‌خیزند و علیه ترک‌ها نمی‌جنگند و او در این عمل پراکندگی و نامتمرکزی نهاد اداری و عملیات جنگی و اتحاد قومی هیتاری ها را می بیند. این عقیده را یعقوبوف نیز جانبداری کرده می نویسد که سغدی ها در این جنگ خود را بی‌طرف حسابیده رسما به اطاعت ترکان در آمدند، لیکن عملا مستقل بودند. ولی صرف نظر از این ناجوری و بیسامانی های داخلی و خارجی، جنگ میان هیتاریان و خاقان ترک ها تقریبا سالهای 562 یا 563 اوج گرفته زیاده از 7 روز ادامه می یابد. بخارا پر از گرز و کوپال بود که لشکرگه شاهی هیتال بود. بشد غاطفر با سپاهی چکوف، ز هیتال گرد آوریده گروه. به جنگ اندر آمد ز هر سو سپاه، ز تنگی ببستند بر باد راه. کشانی و سغدی شدند انجمن، پر از آب روخ کودک و مرد و زن. که چون بود کاری آن رزمگاه، کی را تا بدان گردشی خور و ماه. به یک هفته آن لشکری رزمجوی، بروی اندر آوردی بودند روی. به هر جای بر توده‌ای کشته بود، ز خون خاک و سنگ ارغوان گشته بود. به هشتم سوی غاطفر گشت گرد، سیه شد جهان چون شبی لاجورد. شکست اندر آمد به هیتاریان، شکستی که بستنش تا ساریان. سرچشمه های تاریخی فاصله عمیقی روی دادن این جنگ را نآورده باشند هم، محققان و آریمان شون، مندلشتم، مرافچیک، فرای، گومیلیاف، غایبوف این رویداد را بین سالهای 560-568 پیشنهاد می کنند. در هر صورت این جنگ بعد بستن سازشنامه صلح بین روم و ایران سال 562 ابتدا یافته است، زیرا خسرو انوشیروان که برانگیزنده و الهام بخش این جنگ بود و از آن هدفهای مهمی سیاسی و اقتصادی را امید داشت، با رقیب خطرناکش قیصر روم صلح نبسته به این اقدام دست زدن نمی توانست. موافق تصویر فردوسی، سپاه پیشگرد خاقان بعد تاخت و تاز و کشتارهای خونین در چاچ از رود ترک چرچیق گذشته در میمرغ مضافات در کنارهای شمالی سمرقند با نیروی لشکری اساسی می پیوندد. هیتاریان که در آستان بخارا لشکر آراسته بودند، از افزونی جنگاورانی سواره ترک ها و نبرد در همواری پهناور حذر کرده در پیشگاهی تپه های نصف قرشی شینک گرفتند. بر اثر این جنگ شدید و پرفاجعه سپاه غاطفر شکست خورده به سمت کوه ها عقیب نشستند.
غاطیفر از افتیکار به شکستش تن دادن نمی خواست و قصد لشکر غنداشته دوباره جنگیدن داشت که بعضی بزرگان و سرکرده های سپاهی هیتاریان مشورت آراسته از او دست کشیدن از ادامه جنگ، سازش بستن با خسروی انوشیروان و تحت اطاعت دولت صاحب قدرتی ساسانیان آمدن هیتاری ها را پیشنهاد می نمایند. شاید غاطیفری یکرو و گردنکش این تکلیف را نمی پذیرد که او را از تخت برکنار نموده، بجایش فغانیش نام مردی را از تخمه خوشنواز به پادشاهی می نشانند. نداریم ما تاوی خاقانی چین، گذر کرد باید به ایران زمین. گریدون که فرمان برد غاطیفر، ببندد به فرمان کسری کمر. سپارد بدو شهری هیتال را، فراموش کند گرز و کوپال را. وگرنه خود از تخمه خوشنواز، گزینیم جنگاوری سرفراز. که او شاد باشد بنوشین روان، بدو دولتی پیر گردد جوان. نهاده است بر قیصران باژ و ساو، ندارند با او کسی توش و تاو. ز هیتاریان کودک و مرد و زن، بدین یک سخن بر شدند انجمن. چغانی گوی بود فرخ نژاد، جوان و جهانجوی و با بخش و داد. خردمند و نامش فغانیش بود، که با گنج با لشکری خیش بود. بزرگانی هیتال و مردان کین، به شاهی برو خواندند آفرین. این جنگی خونین و پرفاجعه‌ای میان خاقان ترک و هیتاریان عاقبت به مراد خسروی انوشیروانی زیرک و دوراندیش انجام یافت، زیرا هر دو جانب تلفاتی گران داده در تیمساری شاهنشاهی ساسانیان یاور و حامی خود را می دیدند. خسروی انوشیروان از پیروزی خاقان ترک ها آگاه شده با سپاهی افزون به منطقه گرگان آمد تا پیشروی ترک ها را به قلمروی ایران باز دارد. تا این دم تاخت و تازی فوج ترکان را به آسیای میانه و منطقه های شرقی ایران هیتاریان پیشگیری می کردند. خسروی انوشیروان با شکست یافتن هیتاریان پیش راهی لشکری یغما پیشه خاقان ترک را به سرزمین های پرفیض و ثروتمند آسیای میانه و ایران کشاد. این پیروزی ظاهراً به نفع ساسانیان انجام یافته باشد هم در اصل دیرتر رقیبی یغما پیشه و پرخاشجوی و قدرت طلبی را بر ضد آنها برانگیخت. پادشاه نوی هیتاریان فغانیش بعد این شکست مدهش دیری نگذشته با تحفه‌های مناسب و پاداش‌های شاهانه همراه یک دسته اشرافانی با نفوذ هیتاری به حضور خسروی انوشیروان آمده اظهار اطاعت نمود و میلی با ساسانیان پیوستنی قلمروی خیش را بیان داشت. خاقان ترک ها استیم که در جنگ هیتاریان نیروی اساسی خود را باخته بود، از تیز و تند ساختن وضعیت خودداری کرده غنیمت‌های جنگی مناسب را همراه دخترش موافق اخباری فردوسی در شاهنامه
به حضور خسروی انوشیروان می فرستد و خودش به قاچرباشی حرکت می کند. همین طریق بعد مغلوبیت دولت هیتاریان، قلمرو آسیای میانه در بین امپریای ساسانیان و خاقان ترک تقسیم شده، خسروی انوشیروان سیند، بوست، ارخسا، زابلستان، تخارستان، دردستان و کابلستان را باز پس گرفت و کشوری چغانیان را نیز به امپریای خود همراه نمود. خاقان ترک باشد ساحلی راست جیهون و وادی زرفشان و سیردریا را صاحبی کردند، اما این صلح و سازش چندان دیر نپایید و منفعت‌های اقتصادی و تجارتی این دو دولت ابرقدرت در ماورای راه بزرگ ابریشم با هم برخوردند. ما در بالا ذکر کرده بودیم که تاجران سغدی نه تنها از چین ابریشم و متاع می آوردند، بلکه در کشور خود شهرهای سمرقند، بخارا و پنجکین نیز استحصال متاعهای اعلی صفت را براه مانده نفوذ خود را هم در چین و هم در کشورهای غرب به خصوص ویزانتیا افزوده بودند. خاقان ترک که از امپراتوران چین صدها هزار پاره متاع ابریشم را رایگان به خاطر هجوم نکردن به کشوری آنها می گرفتند، منفعت دار بودند که از امکانیت‌های تاجران زیر دستشان سغدی ها بیشتر استفاده نمایند. گذشته از این، سغدی ها صادر کنندگان بزرگی سنگ‌های گرانبها بودند و مطابق سالنامه های چینی خوتن سرچشمه مهمی یشم به شمار می رفت. علاوه بر این، سغدیان دور و دیگر سنگ‌های گرانبها را نیز از چین می آوردند. صرف نظر از ابریشم و سنگ‌های گرانبها، ادویجات، استخوان فیل و اشیای نقره‌ای و طلایی، غلامان و اسیران، اسب‌های تیزتک، اسلحه جنگی واسطه مساعدی خرید و فروش بود. رامشگران و رقاصان از شهرهای سمرقند، بخارا، کوچه و مضافات‌های دیگری غرب در دربار چین مخلصانی زیاد داشتند. هرچند ابریشم در صناعت نساجی چین برتری داشت، متاعهای دیگر و لباسهای پشمی از آسیای مرکزی به چین برده می شدند. همین طریق دست یافتن به تجارت بین المللی نفوذ سوداگران سغدی را افزوده دیرتر خاقان ترک ها را وادار نمود که میان روی و امکانیت‌های فراوان آنها را در داد و ستد تجارتی خود استفاده نماید. از بس که ترک های پرخاشجوی و کشورکشا به نازکی های خرید و فروش ابریشم در کشورهای غرب چندان بلد نبودند، بنابراین خاقان ترک استیم اشراف بانفوذ سغدی مانیاه را سروری هیئتی سفارتش گذاشته به حضور خسروی انوشیروان می فرستد. هدف از این سفر با مدد خسروی انوشیروان براه ماندن رفت و آی منظمی کاروانهای حامل ابریشم از منطقه چین و سغد به ایران و روم بود، زیرا راه تاجران به روم از سرزمین ایران می گذشت و در سغد و چین ذخیره ابریشمی فراوان جمع شده به کشادن ممانعت‌های صنعی مأموران ایرانی نیاز داشت. هم روم و هم خاقان ترکی، یکی به فروش و دیگری به خرید ابریشم اعلی صفت احتیاج داشتند، در حل این قضیه عاجز مانده بودند. خسروی انوشیروان که ماهیت راه ابریشم و مقام تجارتی آن را خوب درک می کرد،
نمیخواست با هدایت و یاوری سوداگران سغدی رقیب آینده خیش خاقانی ترک را به عرصه تجارت بین المللی با آسانی وارد سازد. شاید از همین خاطر او از روی مصلحتی کتولف هیتاری، مشاوری سابق قاطفر، همه متا و ابریشم اعلی صفت را خریده در پیش چشم هیئت سفارت آتش می‌زند. این عملی غیر عادی معنای آن را داشت که شاهنشاه میلی با سغدیان و ترکان ادامه دادن تجارتی گسترده و کشادن راهی بی‌مانع را با روم ندارد. بعد بازگشت بی‌برار سغدیان و شکایت آنها، خاقان استیم هیئت نوی سفارت را که عبارت از اشراف ترک ها بود به ایران رهسپار می نماید، ولی از قضا آنها نیز به کامیابی نائل نمی گردند و حتی هنگام بازگشت اکثری آنها به علت زهر خوردن یا بیماری نامعلوم نابود شده تنها 3-4 نفرش به دربار خاقان می رسند. خاقان ترک از این بی التفاتی خسرو رنجیده می خواهد در سیمای امپریای روم اتفاقچی نو یافته رابطه بیواسطه اقتصادی و تجارتی را براه ماند. از این خاطر او باری دیگر همان مانیاه سغدی را سروری هیئت سفارتی خاصه گذاشته به سمت روم رهسپار می سازد. سفارت به تخمین پیگولیفسکیا از طریق راه خشکی از مرز خوارزم، ماورای بحر خزر و کوههای قفقاز گذشته با مشقت افزونی به کنستانتینوپل می رسد. امپراتور یوستینی دو مانیاه را خوش پذیرفته سال 568 با سفارت ترکان شرطنامه تجارتی می‌بندند که برای پیشگیری انحصارات تجارتی و اقتصادی ایران نگرانیده شده بود. پس از بستن این شرطنامه سفیران رومی با سروری زیمرخ همراه مانیاه به حضور خاقان ترک ها استیم روانه می گردد. خاقان زیمرخ را در سطحی بلند استقبال گرفته تاجران سغدی به هیئت سفارت روم نه تنها ابریشم اعلی صفت بلکه خریدن نوهای گوناگونی آهن و دیگر اشیاهای نادر را پیشنهاد نمودند. همین طریق مناسبت سرد و خشونت آمیز خسروی انوشیروان با هیئت سفارت خاقان ترک عاقبت رابطه مصالحت آمیز و دوستانه آنها را از بین برده برای جنگ های من بعده زمینه فراهم آورد. بعد مرگ خاقان استیم سال 576 به جای او پسرش قراچورین با عنوان تردوش خان به تخت سلطنتی پدرش میشیند. قراچورین رقیبان احتمالی تاج و تخت را نابود کرده میکوشد که توسط میانروی تاجران سغدی ابریشم‌های از امپراتوران چین ستانده‌اش را به فروش برآورده ثروتش را افزونتر نماید. ولی تیز و تند شدن مناسبت‌های روم با ایران برای تجارتی بی‌مانع مشکل‌ها ایجاد می‌کرد. در این میان خسروی انوشیروان نیز سال 579 از جهان گذشته و جایش پسری از زنی ترک رویده او هرمزد چهارم سالهای 579 590 به مسندی شاهنشاهی ساسانیان نشست. با همین شکوه و عظمت امپریای ساسانیان نیز بعد از میان رفتن دولت هیتاریان کاهیده دوران تنزل و انقراض آن فرا می رسد. اکنون فوج ترکان قدرت طلب
از طریق کفقاز شمالی توسط آذربایجان و ارمنستان به خاک ایران سرازیر شده به امنیت دولت تهدید می کردند. از سمت شرق باشد سروری دیگری ترک ها ساوشاه ینگ ساو خاقان پسری خردی قراچورین و تقای هرمزد آماده جنگ شده فرصتی مناسبی حمله آوردن را نگران بودند. او با لشکری عظیم مطابق معلومات فردوسی با 400,000 سپاهی و 1200 فیل جنگی از سمت هرات پیش می آید و سپاهی 70,000 مرزبانان ایران رو به فرار نهاده خراسان، طارقان، باختر و بلخ و هرات را بی صاحب می گذارند. گذشته از این عباس و عمرو نام دو امیر عرب‌های بادیه‌گرد از بیابان‌های عربستان و امپریای روم نیز از سمت نسیبین و مرتراپال به ایران در افتاده هاری هرمزدی چهارم را بساط تباه نمودند. در عین حال موافق معلومات طبری وضعیت داخلی امپریای ساسانیان نیز از خوی بد و کینه‌خواهی هرمزد که زیاده از 13,000 اشرافان و توانگران را به کشتن داده بود تیز و تند گشته گریز و پنهان شدن و نومیدی در کشور بالا می گرفت. شاهنشاه هرمزد شاید این تدبیر را برای مستحکم کردن پایه‌های حاکمیت مرکزی پیش گرفته بود، زیرا اکثر اعیان و اشراف و سرلشکران نامور در عهد پدرش خسرو انوشیروان از غنیمت‌های جنگی و غارت کشورهای ضبط شده سرمایه و اقتدار کافی پیدا کرده فرمانروایی و دادگستری از حد فزونی شاهنشاه را نمی پسندیدند. هرمزد انوشیروان که به صداقت و وفاداری طبقه های بانفوذ سرمایه‌دار و صاحب قدرت چندان اعتماد نداشت، از روی مقار خسکم و جهان پاک عمل کرده دشمنان و بدخواهانش را سراسر نیست می کرد تا که به خیانت و مرکز گریزی دست نزنند. اما چنان که گفتیم دشمنانی از آنها قوی‌تری از خارج مملکت به گرد ایران پیچیده در کشور واهمه و نافرمانی سرزد. لشکری سرحدی ایران تارمار شد، مرزبانان رو به فرار آوردند، موبدان از پند دادن ماندند و هرمزد آشفته حال و حیران گشت. шунавандаҳои гиромӣ, шумо гуфтори 73-ро аз китоби президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалираҳмон «Тоҷикон дар оинаи таърих аз ориён то сомониён» шунидед. ровӣ ализода абдурашиди хуҷамқул, коргардон шералии нағзалӣ. поёни гуфтор аз силсилаи хониши адабӣ. шод бошед.